جمهوری تاجیکستان در سمت پس نمودن شدت تغییریابی اقلیم و مطابق شوی با این پدیده در برابر دیگر جانب‌های منفیت‌دار علاقه قدم‌های استوار گذاشته است و با تشبس‌های سازنده خود در سمت حل و فصل موضوع آب و اقلیم از جانب جامعه جهانی شناخته شده است. زیرا آب و اقلیم با هم رابطه ناگسستنی دارند و مسلم است که تغییریابی اقلیم پیش از همه از حساب تاثیررسانی به ذخیره‌های آب به حیات هر روزه انسان‌ها دیگرگونی وارد می‌نماید. خدایداد رجب موضوع را شرح می‌دهد. تشبس پنجم جانب تاجیکستان اعلان سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخا به منفعت جامعه جهان خواهد بود، زیرا تغییریابی گلوبالی اقلیم به صفت یکی از مشکلات معاصر پیش از همه به حالت پریخا، ذخیره‌های برف و آب تاثیر منفی می‌رساند. جامعه جهانی خوب درک می‌کند که کاهش و خرابشوی منبع منبع‌های آب‌های آشامیدنی در سیاره می‌تواند اهل بشر را به هلاکت‌های زیاد جانی، اجتماعی و اقتصادی دچار نماید. هنوز ماه مارت سال 2021 ضمن نخستین جلسه پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که جهت حل این مسئله در سطح بین المللی سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخا و روز بین المللی حفظ پریخا معین گردیده بنیاد مخصوص بین المللی حفظ پریخا تأسیس داده شود. با درک این معنی مهمیت مسئله مذکور 14 دکمبر سال 2022 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبس پنجم جانب تاجیکستان را در ساحه آب یکدلانه با قبول قطعنامه مخصوص خود تصدیق نمود که آن از طرف جامعه جهانی پشتیبانی یافت. پیشنهادهای بنیادی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از طرف جامعه جهانی پذیرفته شد، دستگیری یافت و جای افتخار است که امروز تاجیکستان از این طریق میشناسند. یعنی امروز ما در کنار کشورهای ابرقدرت مثل امریکا، مثل روسیه، مثل کشورهای دیگر حرف گفتنی داریم، حرف خود را میگیم، صدای خود را بلند کردیم و امروز ما با حل کننده یا مثلا به پیشبرنده مسائل آب اقلیم تبدیل یافتیم. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در جهان با تشبس‌های عالمگیر و سازنده‌شان می‌شناسند و توسط آن نام تاجیکستان و ملت تاجیک نیز شهرتیار گردیده است. بشریت درک کرده است که تشبس‌های بین المللی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رفع مشکلات هلاکت آور مربوط به آب و اقلیم اقدام بشردوستانه و نظر نیک به آینده بشریت است. عامل اساسی همین تشکلیابی انبوی هوای نمناک و بارشات‌ها و تشکل یافتن حجم مجرای دریاها این پریخا میباشند. برابر کم شدن مساحت یخپوشی در کوهستان‌های تاجیکستان البته تولیدشوی یا اینکه تشکلیابی آب نیز در منطقه کم میگردد که این فاجعه اکولوژی میباشد و روند آبشوی پریخا امروز روز تا روز افزایش یافته ایستاده است. همه همین را درک نموده امروز حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش نموده ایستاده است که با اقدام‌های خود با همین تشبس‌های خود همین روند رو پیشگیری نموده منطقه و تاجیکستان را از خطرهای از آفت‌های طبیعی امین نگاه داره. ما چون کشوری هستیم که آبهای زلال زیاد داریم و میگن که 60% آبهای آشامیدنی آسیای مرکزی در تاجیکستان تشکیل می‌یابند، نمیتوانستیم مثلا چون اقدام رو به پیش نگیریم. وقتی که ما این اقدام رو مثلا پیشوای ملت به پیش گرفتن، این از طرف جامعه بین‌المللی طرفداری پیدا کرد، چون که در حقیقت امروز مردم با آب تازه نیاز دارند. من فکر میکنم که در قرن 21 و قرنهای بعدی مسئله آب آشامیدنی مسئله اساسی میگردد، چون که ذخیره آب آشامیدنی درست است که در دنیا آب زیاد است، ولی اون آبای غیر آشامیدنی، اون آبای مثلا تکنیکی، آبای شور، اونها را استعمال کردن نمیشه. ولی آب آشامیدنی امروز در سیاره خیلی کم شده است. همین طوری که مثلا جناب عالی فرمودن از 13000 پریخای تاجیکستان چند هزارش آب شدن و این آب شوی باعث می شود که هم سطح اقیانوس بالا می رود، همین که مثلا آب کم می شود، چون انسان نیاز به آب دارد.
коршиносон бар он назаранд ки қабули ин иқдомот ва дигар ташаббусҳои ба онҳо монанд ҷиҳати дар сатҳи глобалӣ андешидани чораҳои дастаҷамъона ва татбиқи амалҳо ба хотири ҳифзи пиряхҳо такони тоза хоҳад бахшид. Ба таъкиди иқлимшиносон обшавии захираҳои барфу пиряхҳо ва яхбандии абадӣ метавонад таъсири пайдарпай дошта бошад ва суръати гармшавии глобалиро боз ҳам тезонад. ин мушкилот дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушди устувор ва дар кишварҳои гуногун монеаи ҷиддӣ эҷод менамояд. Гуфта мешавад ки Тоҷикистон дар пешбурди масоили ҷаҳонии обу иқлим ва мавзӯъҳои дигари рӯзмарраи байналмилалӣ минбаъд низ ба ҳайси мамлакати ташаббускор боқӣ хоҳад монд.